همدوران عزیز سلام علیکم. 21 اکتبر سال 2024 می باشد. قرار داریم در دهه چهارباغی ناحیه ورزو باغی من. امسال انا همین انگورها رو من همین انگورهای اواتر رو کشمش اواتر من انا همین رو من با فروش میمونم چون که میخوام دو قطارش رو کنم همین زمین رو اینجا نهالخانه شفتالو و سیب و دیگر نهال کنم. از همین سبب من همین درخت‌های کلان رو میفروشم. ریشه‌شون با قوت است. من مویز شده است. اکم مویز میخورد در تنه‌شون. من همین همون کشمشی اواتر من ها اونجا هست. همین کلان ها رو میفروشیم. هم مویزش هم چیزش. هم مویز شدگی و هم انگور خودش. انگور تازه دارد و هم مویز دارد. انا مویزش ببینه چنگ انا اوجه مویز تا تیار شدگی. من همدوران عزیز کدام میخواهد که با ریشه‌اش از زمین کند من دا زنگ میزند. من روان میکنم پیش اکای رجب. از همین زمینش کنده خوش کرده کنده میگیرد. های ممکن 20 ممکن 30 ممکن تا 50 باشد. 50 دانه باشد نه 30-40 تا. دو قطار میکنیم. دو قطارش نیست میکنیم. دو قطار میشه. هم دورین از کدام میخواد از همین درخت‌ها. لیکن این قامتش راست نیست. قامتش خیلی خودتون راست میکنه در خونه‌تون. این چایلو میشه داشت ببینید چایلو دا زور. ریشه‌هاشون بقوت. هم دورین عزیز مرحمت مراجعه کنید. من روان میکنم شما رو پیش اکای رجب بوغی من اول دکبر کنده میگیرید. در پناه خدا باشید.